زندگی رونالدو از جایی شروع میشه که مادر پدرش نمیخواستنش. مادر رونالدو یعنی همون ماریا دولوروس توان مالی اوضاع پدرش رو میبینه، به این فکر میافتن که رونالدو رو سخت کنن و نذارن بیان توی دنیای کثیف و فلاکتبار. مادر رونالدو از قضا همون روز مریض میشه و به بیمارستان میره. توی بیمارستان یادش میاد یک بچه داره که میخواد سختش کنه. به دکترها میگه دکتر لطفاً برای من این بچه رو سخت کن. دکتر میگه مطمئنی؟ با قاطعیت تمام و کامل مادر رونالدو میگه بله. دکتر چند تا قرص به مادر رونالدو میده و میگه اینها رو بخور و بعد 4 روز دیگه بیا و بچه دیگه سخت شده. میره و قرصا رو میخوره و 4 روز بعد به جای دکتر میره و دکتر علائم رو چک میکنه و دکتر با تعجب به مادر رونالدو میگه قرصا رو کامل خوردی یا نه؟ مادر رونالدو میگه آره همه رو دکتر خوردم. دکتر میگه این بچه میخواد به دنیا بیاد و تلاش زیادی برای زنده موندن داره. تا اینو که فهمید مادر رونالدو بچه رو نگه داشت. رونالدو به دنیا اومد و زندگی رونالدو از همون موقع شروع شد تا 8 سالگی که به مدرسه میرفت و همه چیز خوب بود و کم کم با دنیای فوتبال آشنا شد و واردش شد. اینقدر که به فوتبال علاقه‌مند شد و درسشو به خاطرش ول کرد و مادرش از این کارش خیلی عصبی بود. او در سال 1997 تونست به تیم اسپورتینگ بره و با بازی کردن خوب و قویش تونست به تیم‌های دست بالاتر بره و بعد از تیم اسپورتینگ به منچستر یونایتد رفت و به بهترین شیوه بازی کردن خودش توی اون تیم ادامه داد. بعد از رسوندن 126 گل خودش راهی رئال مادرید شد و حتی اینقدر برای منچستر احترام قائل بود که بعد اولین گلش در رئال به منچستر با بردن دستای خودش به سمت روی بالای سرش ادای بخشش کرد. در ادامه رونالدو به خاطر بچه‌ای که از دوست دختر اولش داشت و وقتی دید که نمیتونه زیاد برای دوست دخترش وقت بذاره دوست دخترش رو رها کرد. رونالدو وقتی دید که از دوست دختر اولش بچه داره بچه رو ازش گرفت و با دوست دخترش کات کرد. اولش دوست دخترش راضی نبود و رونالدو رو تهدید چیزای زیادی میکرد. رونالدو هم با این موضوع کنار نیومد و به دوست دخترش گفت اگه که درست با من راه نیای به رسانه‌ها میگم که به من خیانت کردی یا آبروتو میبرم. این حرفو که شنید کلا قال قضیه رو کند و تموم شد. بعد از اون با جورجینو آشنا شد. این رونالدو ما جورجینو همون جورجی خودمونه. رونالدو از بسکی شیطون بود روز اول جورجینو رو حامله کرد و از اون هم یک بچه داره و به غیر از بچه‌هایی که از بهزیستی آورده زندگی رونالدو همینقدر بد شروع شد و به همین شکل خفن ادامه داره. پس رفیق تلاشتو بکن و اگه از ما خوشت اومد لطفا ما رو سابسکرایب کن و همین و بدون ما خیلی دوست داریم. خدافظ.